بیایید ببینیم چطور تصمیم‌گیری بر اساس شایستگی میتونه عملکرد سازمان شما رو کاملاً متحول کنه. اول از همه یک تشکر ویژه از خانم آمنه خالقی برای این وبینار و میزبانمون گفتمان منابع انسانی ایران. خب، یه سوال آشنا. ارزیابی‌های عملکرد تو شرکت شما هم صاف میرن تو بایگانی؟ واقعیت اینه که فرم‌ها پر میشن، اما آخرش همون قضاوت‌های شخصی و سلیقه‌ای تصمیم‌ها رو میسازن. یعنی این همه زحمت تأثیر واقعی روی تصمیم‌های مهم کسب و کار نداره و فقط یه کار اداریه. اما یه راه حل وجود داره. میشه این ارزیابی‌ها رو مستقیماً به اقدام‌های عملی وصل کرد. این رویکرد ارزیابی رو از یک کار اداری به یک ابزار قدرتمند مدیریتی تبدیل میکنه. ببینید چه تغییری؟ از قضاوت‌های احساسی و شخصی میرسیم به تصمیم‌گیری بر اساس شواهد عینی. خب، سوال اینه که چطور میشه این رو توی سازمان پیاده کرد؟ بیایید مراحلش رو با هم ببینیم. همه چیز به این 4 مهارت کلیدی برمیگرده که اساس کار رو تشکیل میدن. این فرایند روی همه چیز تأثیر میذاره، از ارتقا و توسعه گرفته تا جانشینی پروری و مدیریت استعدادها. حالا ببینیم چه کسی این مفاهیم رو ارائه میده، چون دیدگاهش واقعاً منحصر به فرده. ایشون هم تجربه کار تو شرکت‌های معتبر بین‌المللی رو دارن و هم با واقعیت‌های سازمان‌های ایرانی آشنان. و مهمتر از همه این که شرکت تو این وبینار و یادگیری این مهارت‌ها کاملاً رایگانه. اگه به گواهینامه رسمی هم احتیاج دارید، این امکان با درخواست جداگانه فراهمه. و سوال آخر، آیا آماده تصمیماتی بگیرید که هم عینی باشن، هم منصفانه و هم بتونید ازشون دفاع کنید؟